برادر رستم فرمایید. سلام. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سوزا نغزه یه سوال داشتم. الحمدلله. نامی رستم و رخشانه ممکنه ماندن؟ این نام ها اینقدر یگان فضیلت ندارد. یعنی بنده مومن بنابر دستور پیغمبر صلی الله علیه و سلم نام زیبا ماند. فحسنوا اسماءکم، نام های خود را زیبا مانید. اینها از جمله نام های زیبا نیست. نام های زیبا نام هایی که اولش راست باشد. در نام یکی تعریف و تزکیه خودستایشی نباشد و این چنین نام ها باید دروغ نباشد، راست باشد. مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه اصدق الاسماء الحارث و الهمام، راستترین نام ها گفتن. یعنی نامی که به همین بنده موافقت میکند. حارث و حمام. حارث شدگار کننده، هر یک آدم شدگار کننده هست، یعنی هرچی کشت میکند. این خاص به دهقان ها نیست. همین کسی که صاحبی فرزند شد و هم حارث است، یکچی کشت کرده است، یکچی حاصل، یکچی مهنت کرده است، حاصل گرفته است. و حمام فکر کننده، هر یک بنده فکر میکند و این درست است، دروغ نیست. نام یعنی راست باشد و زیبا باشد. بنابراین کوشش کنید نام های زیبا مانید، نام های مانید که به این فرزند تأثیر نیک رساند. و مثلا چقدر برادرهایی که نام ابوبکر داشتند، پدرهاشون به من نقل میکردن که فرزندم هر وقت که فضیلت ابوبکر رضی الله عنه و ارضاه را میشنود خرسند میشد، به نامش فخر میکند، به نامش خرسند است که همین نام را به من گذاشتید. گفتم نام های صحابه ها، پیش از اینها نام های پیغمبرها، اینا نام های بزرگ ها هست. با آن امید گذاشته میشد که به همین فرزند سرایت کند اخلاق نیکی ایشون. و این چنین نام هایی که به الله تعالی نسبت داده میشد، مانند عبدالله، عبدالرحمن، عبدالعزیز، همیشه در نام او صفتی نام الله تعالی هست. بنده عزیز، بنده کریم، بنده عزیز، بنده غالب، معنای عزیز، بنده رحمان، بنده رحیم، بنده قهار. اینا نام های الله تعالی هست و نام های بزرگ است. بنابراین کوشش کنید بنابر همین حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم حسنو یعنی نیک کنید نام های خود را و نام های فرزنداتان، نام های زیبا مانید. الله تعالی اعلم.